سلام بیننده عزیز، امیدوارم هر جای دنیا هستین شاد و موفق و کامگار باشین. به صورت کوتاه گفتم باشه از داخل نمایشگاه انگوری که فعلا هستیم به شما تصویر بکشیم. طوری که شما تصویر میبینیم امروز جشنواره انگور به هرات و خوشبختانه حضور مردم پررنگ و همگی اینجا حضور دارن و انواع و اقسام میوه ها هم آوردن و غرفای زیاد به علاوه بخش برادر و بخش خانم ها هم زیاد آمدن، زیاد کار کردن که ما انشالله به گزارش که دارم به شما تصویر میکشیم. خب همینطور میریم کنار انگور چون جشن انگوره و این انگور برای شما دوستا به تصویر بکشیم. یک انگور جانانه است، انگور هرات. علاقمندا زیادن و همگی مصروف عکس سلفی هم دوستا. خب انگور برای شما تصویر میکشیم. خب دوستا فکر کنم این انگور بیشتر دیده میشه. السلام علیکم. و طوری که شما به تصویر میبینیم یک از شعرها شناخته شده بخش تئاتر هرات. سلام علیکم. سلامت باشید. خوب هستید؟ حضرت خدا زنده باشید. جشن انگور را ما شما تبریک میگیم. همچنان سلامت باشین. اشتن علاقه شما به انگور هرات، یعنی به جهان فکر نکنم که مثل لعل هرات باشه. البته تمام انگورای هرات زبان زده و بی لعل. کدام انگور هرات شما بیشتر خوش دارید؟ من همون 60 عروس میگم، همون کشمیشی و دوست دارم. لعل کجا خورد؟ آخش به به. خدا شما حفظ کنه. تشکر. خوشحال شدم. زنده باشید. درود بر شما. طوری که گفتم حضور مردم خدا شکر پررنگ داخل راه قرار داریم. خب دوستان عزیز، طوری که تصویر می‌بینید یک از برادرها خریدن مار میمون انگور کردن اونجا شما خرید. انگور هم هست که شماره منطقه انگور بخورید. چه باشه انگور کجاست؟ انگور رسولی اینجوری برام چیه؟ این نام انگور هیته میگیم یا 60 عروس. کجا شما خرید انگور هیته؟ واقعا خوشمزه. شما اشتباه انگور 60 عروس باشه دیگه. 60 دومار شما خرید. حالا کنه ولی بالا درس